دو فعال جمعیتی زودگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در مسکو اورز وزیربیکوف و رمزی وزیربیکوف شام جمعه 29 یولی سال 2022 در فرودگاه دمدید و غیب زدند. در این باره روز 30 ایول پمیر دیلی نیوز نشریه‌ای که حوادث مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند با تکیه به منابع آگاهش خبر داد. هواپیمای آنها از یکاترینبورگ ساعت 19:30 در دمدیدوف نشست و آنها در این باره به نزدیکان خود خبر دادند. بعد این رقم‌های آنها دست نورش شد. خبر دادن منابع پمیر دیلی نیوز اورز وزیربیک و رمزی شوگونوف نسبت به سیاست حکومت تاجیکستان به ویژه در مسئله ولایت مختار کوهستان بدخشان نظر و موقع انتقادی اپوزیسیونی داشتند. وقتهای آخر آنها به شدت از مقامات تاجیکستان برای سرکوب موج اخیر اعتراضات در روشان و خوروغ توسط عملیات حربی که در نتیجه آن 10 نفر کشته و 10 تن دیگر از فعالان این لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان دستگیر شدند انتقاد میکردند. هم اورز وزیربیکوف و هم رمزی شوگونوف شهروندان روسیه اند، ولی در گذشته چندین مورد از شهروندی روسیه محروم و سپس به تاجیکستان اخراج کردن شخصیت‌های معروف رخ داده بود که نمونه‌های اصلا برجسته‌اش اخراج کرامت شریپوف و عزت امان است. بعد اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مسکو که زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان دایر کردند، روسیه علاکه دست کم 5 زاده این ولایت مختار از جمله ستاره جوان ورزش پاپ MMA چهارشنبیف و یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشانی ها در روسیه امردین علووشایف و فعالان جوان مسلم نوروز و جانبک چهارشنبیف را به مقامات تاجیکستان سپرده است. فعالان بدخشانی ترس دارند که مسکو اورز و رمزی وزیربیکوف ها را هم میتواند به دوشنبه بسپارد اگر علاکه نسپریده باشد. برخی منابع میگویند هر دو را علاکه چند ساعت بعد پایین شدنشان از هواپیمای یکاترینبورگ به هواپیمای دیگر راهی دوشنبه بار کرده به دوشنبه فرستادند. اورز وزیربیکوف از محله اوپیده شهر خوروغ است و او را وارث امام نظروف یکی از لیدرهای غیر رسمی پرنفوذ بدخشانیا که تابستان سال 2012 کشته شد میشمارند. زادگان بدخشان در روسیه اورز وزیربیکوف را یکی از لیدرهای اساسی جمعیت بدخشانی ها در این کشور نام میبرند و میگویند او در جمعیت نفوذ زیاد داشته. در گذشته برای حل چندین مشکلات زادگان از جمله مناقشه‌ای که با چچن‌ها برخواسته بود مساعدت کرده است، ولی در اظهاراتش اورز وزیربیکوف تنها همین قدر میگوید که با صورت اختیاری به فعالیت جمعیتی نیز مشغول بوده کوشش میکند